خب حالا میخوایم بریم سراغ اولین مکانیک بازیمون که مکانیک بیس و پایه‌ای اکثر بازی هم هست. میخوایم موومنت یا حرکت کردن کاراکترمون رو طراحی بکنیم. این کار رو با استفاده از پکیج پلی میکری که دانلود کردیم انجام میدیم. برای اینکه پلی میکر رو من استفاده بکنم میام این گزینه پلی میکر رو میزنم، پلی میکر ادیتورش رو باز میکنم. اینجا برای من باز میکنه یه پنجره‌ای. این رو من میام داک میکنم، بغل پراجکت و کنسول میذارم، میاد این پایین قرار میگیره. خب یه ذره زوم بکنم روی پلیرم. خب من یه همچین زاویه‌ای میخوام از پلیرم. خب کم این برتر که این مانعی هم که طراحی کردیم بیفته. و حالا من با استفاده از همین پلی میکر، پنجره پلی میکر، میخوام یک FSM اضافه بکنم به پلیرم. میام این پلیر رو انتخاب میکنم، این کپسول رو انتخاب میکنم و اینجا همونطور که نوشته راست کلیک میکنم، اد FSM رو میزنم و یک FSM اینجا کامپوننتش هم این پایین اضافه میشه واسه من. اینجا من میبینم اسمش رو تغییر میدم به موومنت و حالا میتونم که داخل این استیت اول، این FSM هم که دارم میسازم یه استیت بیشتر نداره چون برای حرکت کردن پلیرم هستش. داخل این میتونم اکشن های خودم رو اضافه بکنم. اکشن براوزر رو میزنم، اینجا یه دونه پنجره دیگه باز میشه. ذره بیارمش البته همین بر خوبه، این ورتر میذارمش. خب برای اینکه باتن بگیرم از روی کیبوردم که من میخوام مثلا چپ و دکمه چپ و راست رو روی کیبورد فشار دادم، پلیرم به چپ و راست بره، یا مثلا A یا D رو زدم روی کیبورد به ترتیب بره به سمت چپ و راست. برای این کار باید از اکشن get axis استفاده بکنم. این رو من اضافه میکنم و از من axis name میخواد، چون میخوام در راستای هوریزونتال، در راستای افقی حرکت داشته باشم، میزنم هوریزونتال. خب اگر که فکر کنم یه جایشو اشتباه نوشتم، اینجا درست. خب و حالا این رو میخواد اون دکمه‌ای که قراره فشار داده بشه رو، اون فشار دکمه رو قراره که ما توی یک پارامتری ذخیره بکنیم. به خاطر همین من میام یک نیو وریبل اینجا میسازم، اسمش رو هم میذارم همون هوریزونتال و خب این الان اینجا برای ما اضافه شد. این از اکشن اول. اکشن بعدی باید بیام این در اصل میزان فشار رو تبدیل بکنم به یک وکتور تری که بتونم ازش استفاده کنم، اون رو بدم به در اصل گیم آبجکتم و بتونم تکونش بدم. به خاطر همین میام می نویسم که set vector tree، که البته یه سری چیزا اینجا برای من اوورد. فکر کنم همین set vector tree xyz رو باید استفاده بکنیم، همین گزینه اول رو. چیزای دیگه هم داره، مثلا value رو داره که البته اینجا یک وکتور تری کلی از من میگیره. من میخوام وکتور تری که میخوام ست بکنم فقط در راستای x باشه، به خاطر همین باید این اکشن رو انتخاب بکنم چون دیگه کاری با y و z ندارم فعلا. اینو من اضافه میکنم، اون تا میاد بالای این اکشن اول قرار میگیره، میخوام که بیاد زیرش، درگ درابش میکنم پایین. خب اینجا باز دوباره میگه که باید توی وریبلی ست بشه، ذخیره بشه اون وکتور تری ما. من اسمشو میذارم، اون وریبل رو اسمشو میذارم موومنت و حالا میام ایکسش رو با همون متغیر هوریزونتالی که تعریف کردیم ست میکنم. اینا هم باید توی، یعنی باید تیک every فریم همشون خورده باشه. این یکی که خورده و این یکی هم تیکشو میزنم چون قراره که تو هر فریم ما جابجایی رو، فشار دادن دکمه ها رو بگیریم و جابجایی پلیر رو انجام بدیم. خب این از این. حالا تبدیلش کردیم به یک وکتور تری. حالا باید این وکتور تری رو بدیم به گیم آبجکتمون تا جابجاییش انجام بشه. باز دوباره یه اکشن دیگه نیاز دارم به اسم translate، سرچش میکنم، اینجا اضافهش میکنم این پایین. البته باز دوباره رفت بالا، درگ درابش میکنم میارمش پایین. بعد از همه اینا باید اتفاق بیفته. ترتیب اینا مهمه. اول باید فشار دکمه رو بگیریم، بعد تبدیلش بکنیم به یک وکتور تری و بعد بیام با استفاده از ترنسلیت بیاریمش، بدیمش به این گیم آبجکت که حرکت بکنه.
یه گیم آبجکت از ما میخواد که ما یوز اونر رو میذاریم که دقیقا همین کاراکتری ما که این FSM روش هست روی اون اعمال بشه. یک وکتور تری از ما میگیره، یا اینکه ما میتونیم پارامتر XYZ بهش بریم که من میام همون وکتور تری که تنظیم کردم رو بهش میدم. خب فضای حرکتیش رو هم میپرسه از من که بر اساس جایگیری خودش که در راستای X و Y و Z هست باشه، یا اینکه نه در راستای فضای ورد باشه. من میام تنظیمش میکنم روی ورد. البته فکر کنم نکتهش اینجاست که ما این مرحله‌ای که ساختیم کلا میبینید این بالا اکسیسش در راستای زده. من میخواستم که این نکته رو بهش توجه نکردم، میخواستم که در راستای X باشه ولی الان میبینم که در راستای زده. به خاطر همین من میام میتونم یه حرکتی بزنم، میتونم بیام کل گیم آبجکت هایی که ساختم رو انتخاب بکنم. خب و البته قبلش یه دونه گیم آبجکت خالی بسازم. خب این گیم آبجکت صرفا تمپه، میام کل این گیم آبجکت هایی که ساختم رو انتخاب میکنم، میندازمش توی این گیم آبجکتی که ساختم و حالا البته بذار این اکشن براوزر رو ببندم و حالا میتونم این رو در راستای در واقع روتیشنش رو در راستای Y 90 درجه بچرخونم. ببخشید باید گیم آبجکت رو انتخاب بکنم، اون گیم آبجکت پرنت رو انتخاب میکنم، 90 درجه میچرخونم و میبینید حالا برعکس شد، برگشت و در راستای X قرار گرفت. اون مرحله من در راستای محور X قرار گرفت. حالا اینجوری بهتره. حالا باز دوباره اینا رو میتونم از این گیم آبجکت خارج بکنم، از زیر مجموعه این گیم آبجکت اینم دیلیت میکنم. اگه میخواستم همه رو با هم انتخاب بکنم بعد بچرخونم، دیدین همشون با هم به صورت مجزا چرخیدن. و حالا باز دوباره میام کپسول رو انتخاب میکنم، کاراکتر خودمون رو. این رو هم که فضای حرکتیش رو تنظیم کردم روی ورد که در راستای X دنیای من حرکت بکنه. اوری فریمش هم که تیکش خورده. حالا میتونیم پلی کنیم ببینیم چی جوری است. منتها قبلش باید دوربین رو ست بکنیم. دوربین بازی الان اگر که اشتباه نکنم اینجوری، یعنی داره یه همچین چیزی نمایی به من نشون میده که من اینو نمیخوام. میام مین کامرا رو انتخاب میکنم و دکمه شیفت و کنترل و F رو میزنم و همونطور که میبینید این پایین دوربین من ست شد روی همین موقعیتی که داخل سین دارم. این فضایی که داخل سین دارم رو داره بهم نمایش میده. حالا اگر که پلی بکنم احتمالاً با دکمه های AD یا مثلا دکمه چپ و راست روی کیبورد کاراکتر من میتونه حرکت بکنه. میبینید به چپ و راست داره حرکت میکنه، AD رو میزنم به چپ و راست حرکت میکنه، یا اینکه چپ و راست اروکی رو میزنم. یکم سرعت حرکتمون کمه. اینجا میتونم سرعت حرکت رو چجوری اضافه کنم. یه پارامتری داره به اسم مولتیپلایر که این ضریب میده به اون میزان فشاری که ما داریم از روی دکمه میگیریم. مثلا من ضریبش رو میذارم روی 3 که سرعت بیشتر باشه. سرعت جابجایی کاراکتر من بیشتر شد، میبینید. خب حالا میخوام که زاویه پلیر منم بچرخه با استفاده از همین، حالا چپ و راست که میره بر اساس اون چپ و راستی که میره زاویه‌اش هم بچرخه. برای اینکه بتونم زاویه رو ببینم میتونم بیام اینجا یه چیزی به کاراکترم اضافه بکنم، یه حالت کپسولی یا یه استوانه مانندی اضافه بکنم. یه 3D گیم آبجکت میسازم، سیلن رو انتخاب کنم. یه سیلن میخوام اضافه بکنم به این کاراکترم. یه ذره سایزش زیاده، 1/10 در 1/10 در 1/10 میذارم که خوبه. البته ارتفاعشو بیشتر میکنم، مثلا همون 1 که البته زیاده، نیم میذارم. خب یه ذره در راستای زد میچرخونمش، 90 درجهش میکنم، منفی 90 درجه یا 90 درجه فرقی نداره. و باز دوباره میرم روی حالت موو تول، اینو میگیرم میکشم و میبرم میذارم مرکز این بالا، مرکز کاراکتر من که مشخص باشه روی کاراکتر من، سمت کاراکتر من به کدوم سمت هست، به کدوم سو هست. و همش و البته باید یادم باشه که این سیلن رو بیام زیر مجموعه کپسول بکنم
که اگر کپسول من چرخید میبینید اینم باهاش بچرخه که مشخص باشه سمت کاراکتر من به کدوم سمت هست، به سمت راست هست یا به سمت چپ. خب حالا کاراکتر رو انتخاب میکنم. برای اینکه بچرخونمش با استفاده از با توجه به اون وکتور تیری که دارم میگیرم بهش اعمال میکنم، باید بیام از یک اکشنی استفاده کنم به اسم لوکت رو سرچ میکنم. انواع لوکت رو بهمون میده. لوکت دو بعدی داریم، لوکت دایرکشن داریم، اسموس لوکت داریم و اسموس لوکت دایرکشن که من اسموس لوکت دایرکشن رو انتخاب میکنم. این رو ما باش کار داریم. میاد این پایین قرار میگیره و حالا یک تارگت دایرکشن از من میگیره که من میام اینجا و پارامتر موومنت رو بهش میدم. یه سری پارامترهای دیگه هم داره که به اونا دست نمیزنیم. یه اسپیدی داره، اسپید چرخشش هست، به اونا دست نمیزنیم، اونا ثابت میمونه. گیم آبجکتش هم که قراره رو خود همین پلیر من، رو خود همین کپسول من اعمال بشه و همین دیگه. میتونم ببندم اینو و بیام تست کنم ببینم چه جوری شد. خب میبینید میچرخه. الان کاراکتر من داره، سمت کاراکتر من داره میچرخه، بسته به اینکه به سمت چپ میرم یا به سمت راست داره به همون سمت میچرخه. خب حرکت کاراکترمون رو در آوردیم خیلی راحت با استفاده از چند تا اکشنی که توی پلی میکر استفاده کردیم توی یک FSM تونستیم حرکت چپ و راست کاراکترمون رو در بیاریم. حالا توی ویدیوی بعد میریم سراغ جامپ کردن کاراکترمون.